سرخط مهمترین خبرها. آخرین خبرها از مناقشه در مرز تاجیکستان و قرقیزستان، 2 کشته و 10 زخمی از هر دو طرف. امریکا و شهروندانش هشدار داد که اوکراین را ترک کنند. و گزارش از مردکار بازار زنان در شهر باختر. درود بیننده عزیز، خوش آمدید به برنامه نوید بامدادی. امروز 28 ینور است. شام 27 ینور در مرز تاجیکستان و قرقیزستان زد و خورد مسلحانه رخ داد. حادثه پس از آن سر زد که مقامات دو کشور یکدیگر را بر راهبندی گناهکار کردند. نیروهای مرزبانی تاجیکستان صبح 28 ینور خبر داد که در مناقشه دیروزه 2 شهروند تاجیکستان به هلاکت رسیده، 10 نفر دیگر زخم برداشتند. به گفته منبع از زخمیان 6 نفرش نظامیان و 4 نفر ساکنان ملکی هستند. شهروندان هلاک شده تاجیکستان یکی آبیجان تویچیف ساکن دهه خواجه اعلی و دومی عبداللطیف شریپوف راننده یاری تجیلی هستند. نیروهای مرزبانی گفت هر دوی آنها بر اثر ترکش تیر مینومیات نظامیان قرقیز به هلاکت رسیدند. وزارت تندرستی قرقیزستان گفت 11 شهروند این کشور بعد مناقشه مرزی به بیمارخانه آورده شدند. احوال آنها معتدل گفته می شود. رجبای احمدزاده شب 28 ینور به رادیوی آزادی گفته بود تاجیکستان و قرقیزستان در مرز آتش بس اعلان کردند. نیروهای مرزبانی تاجیکستان هم در اظهارات تازه اش گفت جانبها به چنین موافقه رسیدند که تا ساعت 8 سنه 28 ینور تمام قوا و واسطه‌های علاوگی و تکنیک‌های جنگی از خط سرحدی دولتی به موقع دائمی قرار داشتهشان برگردانده شوند. خدمات مرزبانی قرقیزستان هم تصدیق کرد که مقامات دو کشور درباره آتش‌بس کامل در مرز به موافقه رسیدند. خبرنگار رادیوی آزادی در ولایت سوخت فرزان مشرفوف حالا در شهر اسفر است و آخرین خبرها را از او میشنویم. پس از اعلان آتشبس از سوی رهبران مذاکرات دو جانب، رئیسان دو ولایت مرزی سوخت و بادکن رجبای احمدزاده و عبدالکریم علیمبایف، ظاهراً وضع در جماعت‌های چارکوه و واروخ شهر اسفر آرام است. ساکنان هم میگویند پس از ساعت 2 شب 28 ینور صدای تیرپرانی را نمیشنوند. از بیمارخانه مرکزی شهر اسفر در صحبت با رادیو آزادی هم گفتند که آخرین زخمی ها را شبانه به بیمارخانه آورده بودند و حالا اکثری زخم برداشتگان را طبابت میکنند. هرچند حالت چندی از بیماران را نزدیکانشان وهیم گفته بودند، ولی طبیبان میگویند که به آنها میسر شده است از حالت مرگ نجات دهند. بنابر در حالت بدی روانی و جسمانی قرار داشتن زخم برداشتگان، حالا به روزنامه‌نگاران پزشکان اجازت ندادند که صحبت ویدیویی انجام دهیم و حادثه دیشب را از زبان آنها شنویم. همچنین گفته می شود که خسارات مالی هم جای دارد و قسمی از نقلیات و منزل‌ها در اطراف دهه‌های مرزی نیز آسیب دیده است. در همین حال از مقامات رسمی منطقه میگویند حالا مسئولان پی حساب خسارات شدند و رجبای احمدزاده هم با مردم و مسئولان منطقه دیدار و گفتگوها کرده ایستاده است. ما در گزارش‌های بعدی کوشش میکنیم مناقشه اخیر مرزی را که چگونه به وقوع پیوست از زبان شاهدان و ساکنان و مقامات رسمی برای شما بینندگان شرح و توضیح دهیم. در حادثه دیروز جانب‌ها یکدیگر را گناهکار کردند. نیروهای مرزبانی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان با نشر یک بیانیه گفت بحث از آنجا برخاست که یک گروه از شهروندان قرقیزستان در بالای پل نزدیکی دهه خواجه اعلی ماشین تمغه پارتر شهروند جمهوری تاجیکستان را که ریگ میکشان مجبوراً بازداشتند. طرف قرقیزستان برعکس میگوید شهروندان تاجیکستان با سنگ راه ماشینگرد بادکن اصفهان را بستند. مقامات تاجیکستان میگویند پروازهای هواپیماهای بی سرنشین با ویران کردن حریم هوایی تاجیکستان به قید گرفته شده است. قرقیزستان به این اظهار نظر واکنش نکرده است. تاجیکستان با قرقیزستان 970 کیلومتر مرز دارند که 519 کیلومتر آن تعیین و نشانه گذاری شده است. به دلیل پره مشخص نبودن خط مرز بین ساکنان دو کشور با بهانه‌های گوناگون نزاع سر می‌زند. سفارت امریکا در کیف با نشر بیانیه از امریکایی‌های مقیم اوکراین خواسته است با توجه به وضعیت غیر قابل پیش‌بینی بنابر تجمع نیروهای روسیه در نزدیکی مرز با اوکراین همین حالا این کشور را ترک کنند. سفارت روز 26 ینور در بیانیه اعلام کرد که وضعیت امنیتی در اوکراین
بنابر افزایش تهدیدهای نظامی روسیه همچنان پیش بینی نشونده است و می تواند به آگاهی اندک بدتر شود. این بیانیه در ادامه میگوید سفارت آمریکا از شهروندان آمریکایی در اوکراین می خواهد همکنون با استفاده از امکانات‌های دسترس خارج شوند. مقامات روسیه میگویند نیت حمله به همسایه کشور خود را ندارد، اما نهادهای کشفی غرب میگویند تجمع بیش از 100,000 نیروی نظامی در نزدیکی مرز با اوکراین و تمرین‌های نظامی روسیه نگرانی‌های را به میان آورده است که مسکو برای یک حمله گسترده به این همسایه کشور خود آماده می شود. بازار مردکار زنان در شهر باختر مرکز ولایت ختلان همچنان فعال است. نشر یک فیلم مستند درباره این زنان در سال 2020 توجه بسیاری ها را به مشکل آنها جلب کرد. شیرین امانزاده وزیر مهنت و مهاجرت تاجیکستان هم به نزد آنها رفت، اما مشکل اصلی این زنان یعنی پیدا کردن جای کار همچنان حل نشده است. محمد جان رحمتزاده گزارش می‌دهد. این بازار مردکاران در شهر باختر در جنوب تاجیکستان است. در روزهای سرد زمستان کارفرمایان کم بوده، تشویش این مردم بیکار بیشتر می شود. نمایندگان مقامات به سراغ آنها آمده اند با اعلان و پیشنهاد جای کار. اینجا نه تنها مردها بلکه زنان نیز هستند که میخواهند کار خوبی را بیرون از این بازار سرد پیدا کنند. من بیاوان یک کار بتیان ما همین جا مقصد برم یک جایی گرم نرم همین جای آزاده اینده من کار کنم و زندگی ما پیش برم. زلول به همینجا اومدگی 4 روز در همینجا میرم یگان تین فایده نیست به من. پیشنهاد کار در مردکار بازار اکثری کارجویان را خوشحال کرده است. آنها از مقامات منتداری میکنند و تقاضا دارند این تشبث ادامه و نتیجه داشته باشد. همین خیلی کارها شود که اومدن ما تست خبر بگیرن و سال ما را برن همینجا دن ما کار کنیم ایامی مردکار بازار ما را خلاص کنن و برن جاهای کار کنیم. امروز برای خواهشمندان 500 جای کار پیشنهاد شد. آنها می توانند برای این شغل ها خود را نام‌نویس کنند. 500 نفر جای کار خالی در جمعیت سهامی پوشیده جونتای دنقره سینسیلو پیشکش مردم نمودیم که بیش از 50 نفر بر راحت صاحب راحت گردیدند. ختلان با زیاده از 3 میلیون اهالی 12115 نفر را همچون بیکار ثبت کرده است. مقامات از برگزاری صدها یارمارکه جای کار خبر می‌دهد، ولی ساکنان میگویند که ماهانه ناکافی و نداشتن اختصاص و آموزش آنها را به مردکار بازار و مهاجرت میبرد. بخش یک روزی تاریخ را همکارم خیرامان بخازاده تقدیمتان میکند که مهمترین تحولات تاریخی در روز 28 ینور را فرا میگیرد. 28 январи соли 2021 додгоҳи ноҳияи рӯдакӣ маҳмурод одинаеви 59 сола муовини раиси ҳизби социал-демократии тоҷикистон ва як фаъоли шабакаҳои иҷтимоиро ба 14 соли зиндон маҳкум кард. одинаевро ба авбошӣ ва даъвати оммавӣ барои бо роҳи зӯроварӣ тағйир додани сохти конститутсионии тоҷикистон гунаҳгор шинохт, аммо одинаев ҳукмро напазируфт. ба гуфтаи пайвандонаш одинаевро баъди дархости гирдиҳамоӣ дар маркази душанбе ба ҷавобгарӣ кашиданд. ӯ раиси ҳизб гуфт ҳукмаш баёнгари набуди адолати иҷтимоӣ дар тоҷикистон аст. январи соли 2016 дар чин як шаҳрванди тоҷикистонро бо иттиҳоми қочоқи маводи мухаддир қатл карданд. ҳама талошҳои наздикони ҳасан юсуфови 51 солаву намояндагони дипломатии тоҷикистон дар чин бенатиҷа буд ва мутобиқ ба қонунҳои ҷумҳурии мардумӣ сангинтарин ҷазо барои қочоқи маводи мухаддир нисбати шаҳрванди хориҷӣ ба иҷро даромад. маълум нест ки оё ҷиноят воқеан ҳам ҷой дошт ё на, вале худи юсуфов пеш аз марг аз хешонаш узр пурсидааст. ин яке аз аввалин ҳодисаҳои ба марг маҳкум шудани шаҳрванди тоҷикистон дар чин буд ки ба матбуот роҳ ёфт. 28 январи соли 1930 овозхони эрони табор Лайло Шарифӣ таваллуд шудааст ки дар рушди мусиқии замонавии тоҷик дар ҳайати ансамбли Гулшан нақши муҳим бозидааст. ин духтари собиқ коммунистои Эрон шӯҳрати ҳунармандиро дар Иттиҳоди шӯравӣ ва саҳнаи тоҷик ба даст овард, вале дар солҳои зиндагиаш иқрор шуд ки беҳтар буд дар ватан мемонд. баъди тарки Тоҷикистон дар Берлин муқимӣ шуда хотираҳояшро нашр кард.
قرب روبل روسی در برابر اسعار ملی سامانه کم بلند شده ارزش دلار باشد به تغییر است. حالا در بانک‌های تاجیکستان 1000 روبل روسی را به 145 سامان و 40 درم عوض می‌کنند. 100 دلار آمریکایی باشد همچنان به 1130 سامان برابر است. بیننده گرامی، این آخرین برنامه نوی در هفته روان بود، ولی شما همیشه می توانید آخرین خبر و گزارش ها را از سامانه رادیوی آزادی با نشان azade.org پیدا کنید. تا هفته دیگر، خدا نگهدار.